سلام، خیلی مخلصم. چطورید؟ امیدوارم خوب باشه. بریم ببینیم که سیرک انتخابات چه خبره. یه خلاصه ای از مناظرات رو هم ببینیم توی این مناظرات اینا چه اتفاقاتی داره میفته. صدای اضافه ای هم اگه میاد من از همین الان عذرخواهی میکنم. صدای همسایه از کارشم نمیتونم بکنم. میخواستم بذارم دیرتر بگیرم کلیپو، دیدم که تا پاسی از شب همین وضعیت متاسفانه. بگذاریم بریم ببینیم که در سیرک انتخابات چه اتفاقاتی داره میفته. خب با ورود کاندیدها به صحنه مناظره شروع میکنیم. آقای پزشکیان اینجا وارد میشه، میره مستقیم سراغ زاکانی. بعد اینجا با زاکانی یکم سرشاخ میشن. بعد پزشکیان میگه چرا کسی نمیاد. سریع جلیلی و غالیباف از اون پشت میدوه، محمدی هم داره میاد، اون یکی هاشمی هم داره از اون دور میدوه. خب حالا صحنه ورود رو دیدیم. اینجا با هم دیگه شروع میکنن یکم کشتی گرفتن. ببینیم دیگه چه اتفاقی افتاد. خب بعد از این ورود شکومندانه بریم نظر آقای زاکانی در مورد اقتصاد چیه و ایشون برنامه‌اش واسه اقتصاد چیه شده. مردم دیگه الان اطلاعات و آمار دستشونه. ترکیه هم جزء ناتوه، هم WHO عضو. کجا؟ WHO سازمان بهداشت جهانی گوساله. اون WTO که تو منظورته. تو که اصلا کنسل هیچ. بریم سراغ بقیه. خب نظر قاضی زاده هاشمی رو در مورد اینترنت ببینیم چیه. دسترسی فراهم میکنن. ما که صنعت فضایی داریم، ما که صنعت مخابرات داریم و میتوانیم به اون قله برسیم، باید جزو تولید کننده های اینترنت جهان باشیم. بریم. چی شده؟ جزو تولید کنندگان اینترنت باشی؟ نه یه بار دیشان من اشتباه باشم. یه بار تکرار کنه باشیم. باید جزو تولید کننده های اینترنت جهان باشیم. بریم. این گوسفند واقعا فکر میکنه اینترنت مثل برقه، مثلا یه اینترنت رو میخواد تولید کنه. چجوری اینترنت تولید میکنی هاشمی؟ قاضی زاده چه گویی اسمت؟ چجوری تولید میکنی؟ این روند تولید تو به ما بگو. تو مثلا از مشاغل خانگی هم حتما میخوای تو این زمینه چیز کنی، حمایت کنی که اونام تولید کنن. قشنگ ما یه موش گاو طرفیم ما. بگذاریم اینم کنسله، بی خیالی اینا اصلا کلن کنسله. بریم ببینیم توی برنامه فرهنگی پزشکیان اینا چه اتفاقی میفته. پزشکیان ببینیم درباره فرهنگ خودشون و نمایندگانشون چه نظری دارن. آرام. چی شد؟ میکروفون پرت کرد که. حالا بگذاریم مثلا اینا مهم نیست. بریم یک چیز دیگه هست. از شوخی های قبل از مناظرات ببینیم یکم. مرحله سوم تازه الان میخواد شروع بشه. آیپور محمد تو روند 4 دقیقه‌ای رفت. راند شد ما تلفظی رو 3 تا روند دیگه میدونه دیگه. 40 سال مسئوله دیگه میدونه. روند درسته. خب حالا بگذاریم مثلا اینا مهم نیست. از حواشی بگذاریم بریم مثلا سراغ سوال جوابای مهم ببینیم که نظر آقای پزشکیان در مورد برخورد با مردم توی جامعه و حجاب چیه. الان تو این جریانات همه اومدن به رهبری بی احترامی کردن، برای اینکه من عرضه نداشتم جواب اونا رو بدم. هر مشکلی پیش اومد گفتیم آقا گفته با مردم بد رفتار کنیم، آقا گفته به مردم زور بگیم، آقا گفته بزنیم تو گوش بچه مردم. کجا گفته؟ یکی نشون بدید. اگه با یه دونه کارت راه میفته که من همین الان بهت نشون میدم. یه دونه. بفرم. باید حجاب وجود داشته باشه. اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر وظیفه داره در مقابل او بیسته. حکومت اسلامی موظف است
در مقابل حرام بیسته، در مقابل گناه. آزادی بیان، در جریانید که آزادی بیان جزو ارکان اصل جمهوری اسلامی محسوب میشه. بریم آزادی بیان مثلا تو برنامه زنده مثلا ببینیم چقدر، مثلا چه جوریه. این حضور مردان امنیت در عرصه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد رو به نفع مصالح ملی میدونیم به شکل مستقیمش، وظایف نظارتیشون که به جای خود یا خیر. خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای پور محمدی. بله خیلی ممنون. شما که افغان علیه نظام امنیتی کشور صادر کرده خواهی کردم به روایت تصویر، یعنی تخماش چسبید زیر گلوش قیافه رو. نظر جلیلی هم راجع به موضوع مهم حجاب ببینیم و بریم سراغ موضوعات مهمتر، بسیار مهمتر. شما اگر در یک خانم بی حجاب یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، عین این تاکسی اینترنتی اتفاق بیفته، سبب بشه که ماشین او در واقع بره پارکینگ، برای این چه تدبیری دارید؟ منهای این مقدمات فرهنگی. نه اتفاقا همینه، اینکه پاسخ دریافت نکردید اتفاقا مهم که گفتم عمق راهبردی لازم داره، با احترام به شما برای همینه. من میگم اگر عمق راهبردی رو درک نکنیم، بعد اون سطحش هم درک نمی‌کنیم، نمیتونیم بدانیم که این الان چه معنایی با اون داره. خب تا اون عمق راهبردی درک، چرا کس و شعر میگی؟ عمق راهبردی چیه؟ خیلی سریع و توی 1 دقیقه برنامه‌های آقای قاضیزاده هاشمی رو در مورد اداره کشور ببینیم ایشون برنامه‌شون چیه برای اداره کشور. خیلی سریع. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب دارم به ساحت قدسی آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام رؤوف. کسب اجازه می نمایم از محضر حضرت ولیعصر ارواح و نافداه با یاد و نام امام شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی. خب کسکش 1 دقیقه تموم شد که. میتونی مملکت رو از این وضعیت در بیاری یا نمیتونی؟ بعد در سابقه کاری ما نکته‌ای وجود داره که نشان بده ما میتوانیم این کار رو انجام بدیم یا نه. این که جوابش واضحه که خب نه دیگه بابا، گم شو بابا، گم شو. نفر بعدی. جناب خسروی، مردم از ایران، بنده یک پزشک هستم. به تخم. نفر بعدی. اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. کسکشو شما چرا هیچ کدوم مثل آدم حرف نمیزنید؟ ریدم تو هم اومد. بزرگ نفر بعدی بیاد. بله ان من سرحت له العبر ما بین یدیه من المسئولات حجزته التقوى ان تقهم الشبهات. حضرت علی تون دستورش به مالک اشرف میگه تو بخمنهم اهل تجربه، اهل حیا، اهل بیوتات صالحه و القدمه فی الاسلام المتقدمه. یعنی چی شده؟ لیس علی الامام الا ما حمل من امر رب. امام جز اون چیزی که خدا گفته وظیفه دیگه نه. اول ابلاغ فی الموعظه، دوم اجتهاد فی النصیحه است. ابلاغ فی الموعظه نامه امام به مالک اشتره، یعنی دستورالعمل اجرایی. این چرا همش داره نهج البلاغه و قرآن میخونه؟ این مناظره انتخاباتی سیاست قرار تعیین بشه، کشور قرار اداره کنید، قرآن قرار درس بدین. چه گوهی میخواید بخورید شما بی‌ناموسا؟ کاندیدا که دیگه ریدن، چی دیگه؟ بذار ببینیم ظریف دیگه مالکش اعظم نظرش چیه در مورد سیاست. میخواد برنامه جدیدش برای سیاست چیه؟ اینها رو اگر میخواید به مردم رو با عدد سرشون رو شیره بمالیم، درست بمالیم. قرآن بخونیم. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ثم لا يؤمنون. ثم لا يعقلون. الان ارائه برنامه تو الان ثم لا يعقلون. ادامهش ثم ينقضون عهدهم في كل مره و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم. این آیه میاد ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. من دیگه حرفی ندارم. خداحافظ. راستی قبل اینکه بریم
تصاویری از افرادی که اعلام آمادگی کردن برای حضور در صحنه‌های رأی‌گیری هم ببینیم.